انقلاب این بزرگان بسته آیین ماست. قبل از آغاز چهاربینی‌های ایدانه بخشیده به روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در قصر فرهنگی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با اشتراک رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده، نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دور ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی برگزار شد. قربان حکیمزاده اشتراکچیان آزمون را با روز پرچم ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفته، همچنین در جاده اشتراک با موفقانه در این دوره آزمون برایشان پیروزی تمنا نمود. گفته شد که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بازگردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات، اینچنین مگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکتراندها و شهروندان کشور راه اندازی گردیده است. در روز اول برگزاری آزمون، خوانندگان لیاقتمند غالبان دور دوم آزمون فروغ صبح دانایی از شهر و ناحیه‌های باختر و لیوکند، شمس‌الدین شاهین، خاولینگ، همدانی، خوبادیان اشتراک داشتند. تذکر باید داد که دور ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی 4 روز ادامه می‌یابد و دانش، مهارت سخنوری و سخندانی اشتراکچیان مورد نتیجه گیری و خلاصه براری هیئت حکمان قرار می‌گیرد. طبق اطلاع مسئولین، بهترین اشتراکچیان آزمون انتخاب و برای شرکت ورزیدن در دور جمهوری آزمون راه خط داده می شود.